ما خونه عطاران بودیم. خب خونه عطاران بودیم، شب مهمونی بود. من یکی از بچه‌ها رو گفتم بذار من راه بندازم، خب با رضا احساس صمیمیت میکنم. رفتم من راهش بندازم، رفتم پایین راه انداختم و اومدم پایین. بعد زنگ زدم یه آقای دیگه وا کرد، گفتم به به تو کی اومدی؟ ما تو رو ندیدیم. داشتم میرفتم تو، گفت آقا عطاران بالایی است. گفتم ببخشید من معذرت میخوام، آسانسور اشتباه زده بودم. گفت بالایی است. بعد من 3 رو زده بودم دیگه، خب بالایی میشد طبیعتا 4. نگو اصلا من 2 رو زده بودم، این سری زدم 4 رو زدم. رفتم بالا در وا کرد، گفتم دیدم یه آقای با شلوارک اومد و گفتم سلام. چی شد همش شلوارک داری میخوابین؟ این وضعیت رو آقا عطاران پایینه. خلاص اون شب ما تا عطاران خلاص شدن. رضا خاک تو سرت رفت زنگ همه رو